سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم عالی باشین و از فایل هایی که تا الان براتون در کانال گذاشتم نهایت استفاده و بهره رو برده باشین. الان هم یک فایل دیگه رو با هم دیگه میخوایم آماده کنیم و در مورد حمایت مقاومت ها، خط روند و ترید با 1 2 3 با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید، ما در تایم فریم 1 ساعته دلار ین هستیم. قیمت یک سقف کف سقف بالاتر، کف بالاتر از اینجا و سقف بالاتر از این، کف همسط، یک اصلاح مجدد کف پایین تر و یک سقف بالاتر رو برای ما زده که این سقف بالاتر هم در یک منطقه مقاومتی خیلی خوب هستش و هم در 50% این لگ اصلاحی آخر. اصلاح که میگم این لگی که برای ما ریخته، یعنی خب از لحاظ روند نزولی این خودش یک روند اصلی هستش در جهت نزول. توی این قسمت اگر با دقت نگاه کنید، کف سقف کف و سقفی که اینجا برای ما زده زیر این مقاومت خیلی خوب در 50% این لگ حرکتی. از اینجا هم ما توی این مقاومت قیمت گیر کرده، این کف رو شکسته، اصلاح کرده و اینجا ما این منطقه رو میتونیم ببریم در تایم فریم کجا؟ در تایم فریم ورود خودمون، چون 1 ساعت هستش. تایم ورود ما میشه 5 دقیقه. حالا من هم 5 دقیقه رو براتون کامل شفاف توضیح میدم و هم در تایم فریم 1 دقیقه شما میتونید نهایت استفاده رو ازش ببرید. خب بریم سراغ تایم فریم 5 دقیقه. ببینید در تایم فریم 5 دقیقه قیمت برای ما اینجا بوده، این کف شکسته شده، قیمت اومده اصلاح حرکت و در 50% این لگ حرکتی قیمت برای ما گیر کرده. خب ما یک خط روندی رو به این شکل اینجا داریم. نگاه کنید، یک خط روندی رو ما اینجا به این شکل داریم که من دقیق بکشمش اینجا میشه. خب قیمت برگشته یک کفی رو برای ما ایجاد کرده، یک اصلاح رو انجام داده، 50%، 61.8 فیبو این لگ حرکتی و به اندازه 150% و 200% هم به زیبایی برای ما ریخته. اگر ما خواستیم اینو 1 در نظر بگیریم، اینو 2 در نظر بگیریم، این 3، حتی ما میتونستیم بعد از شکست این لگ حرکتی هم اینجا هم مجدد برای خودمون ورودمون رو انجام بدیم. این در تایم فریم چیه؟ در تایم فریم 5 دقیقه هستش که قیمت برای ما به این شکل حرکت خودش رو انجام داده و خب تا 200% این لگ حرکتیش رو برای ما چیکار کرده؟ ریخته. از اون طرف اگر من میخوام در تایم فریم 1 دقیقه برم و تایم فریم 1 دقیقه خودم رو بررسی کنم، ببینید من یک خط روند به این شکل اینجا دارم. قیمت اومده حرکت کرده، یک اصلاح کرده و مجدد زیر این کف هم برای من قیمت مجدد برای من حرکت ریزشی خودش رو ادامه داده. مجدد ما میتونستیم اینجا ورود کنیم به تیپی کف یا به تیپی 200% این لگ حرکتی که حالا اینجا فری من رو اینجا کامل زد. پس چی شد؟ در تایم فریم 1 ساعته ما یک حمایت مقاومت خوب داریم. در تایم فریم 1 ساعته ما یک حمایت مقاومت خوب داریم. در 50% برای ما مقاومت خیلی عالی ایجاد کرده. همین رو میتونیم ببریم در تایم فریم 5 دقیقه. در تایم فریم 5 دقیقه هم مجدد خط روند خودمون 1 2 3 خودمون و میتونیم نهایت استفاده و بهره رو ازش ببریم. از اون ور به همین شکل در تایم فریم 1 دقیقه شکست خط روند 1 2 3 برای ما اتفاق میفته و قیمت تیپی خیلی زیبایی رو میتونه به ما بده. امیدوارم که این فایل هم براتون مفید، فایده واقع شده باشه. موفق باشید.